مرا آن روز شاه ایران فرستاد همراه سفیران، در کنار خانوادم و اقوام به پارس برای رساندن پیام. راهی شدم به آن سوی ایران، گذشت روز و شب‌های فراوان، بیان که بفهمم از گذر زمان. من رسیدم به شهر پارسیان، برایم به پا کردن تمام مردمان. جشن استقبال از کوروش جوان. پس از جشنم در شبانگاهان، کنار خانواده روی ایوان، گفتم سخنانی از آن زمان، تا ناگهان مادرم شد گریان. گفت نباش غمگین و نگران، در کنار تیم تا پایان عمرمان. به وزیر و امیران داد فرمان، که از آموزگاران تا سرداران، از بزرگان تا اشراف زادگان، آموزش بدن به کوروش جوان. در آموزه های پارسیان، عدم اطاعت از فرمان، تجاوز به حریم دیگران، هستش از بدترین گناهان. هر که باشد از مردمان، از فقیران تا اشراف زادگان، هر کسی کند این عصیان، می شود مجازاتی فراوان. در آموزه دیگر پارسیان، چیزی نیست به جز احترام، فرقی ندارد با پیر و جوان، باید با ادب باشی با مردمان. یاد گرفتم از سرداران به نام، تمام فنون جنگی رسمشان، تا که من شدم مردی جوان. خبری رسید به گوش جهان، که آستیاف شاه ایران، دیده فرو بسته از جهان.